بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به توکل نام عظمت. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بچه های خوب هفتم. با شما هستم با درس فارسی. من مهدی محمدی هستم، دبیر ادبیات. خب بیارید کتاب رو باز کنید، بیارید روی ستایش صفحه 9 کتابتون. خب بریم اسلاید بعدی. بچه‌ها ما تو درس ادبیات اول از همه با واژه ها شروع میکنیم. واژه شناسی تو کتابتون اومده. اول میایم واژه ها رو یاد میگیریم، معنی واژه ها رو یاد میگیریم، بعد میریم سراغ متن درس و حالا نکاتی که مربوط به اون متن یا شعر هست یا نثر. خب بریم سراغ کلمه ها. الهی یعنی خدایی. کلمه بعدی پریشان. پریشان یعنی آشفته. روان اینجا در این شعر در ستایش به معنی روح و روان هست، نه به معنی جاری. یک روان هم داریم به معنی جاری ولی به اون معنا نیست در اینجا. نامه توی ستایش اومده، اینو به خاطر بسپارید. نامه در اینجا به معنی کتاب هست، یک نوشته ای هست، نه حالا اون نامه ای که تو ذهن هممون هست و می نویسیم یا می نوشتیم. دستاویز به معنی کمک و یار هست. کلمه اساس به معنی پایه، بنیاد و ریشه. مونس، کلمه مونس همراه، همدم، انیس. کلمه هستی رو داریم. هستی به معنی جهان آفرینش، جهان خلقت. کلمه عنایت به معنی توجه، بخشایش، لطف و احسان. توجه، بخشایش، لطف و احسان. ظلمت یک کلمه کاملا عربیه به معنی تاریکی، سیاهی، که در اینجا به معنی گمراهی، از راه راست خارج شدن. هست کن یعنی آفریننده، به وجود آورنده، خالق. اینا رو حالا توی شعر که بیایم با هم کار کنیم بخونیم به ذهن سپرده میشه. جانبازی کردن داریم توی شعر. جانبازی کردن با جانبازی کردن به کنایه است، کنایه از فداکاری. کار ساختن هم باز کنایه است بچه‌ها، به معنی آماده کردن و مهیا کردن. دل در اینجا شجاعت، شهامت و نترس بودن معنی میده. حالا بهتون توضیح میدم. دل در قدیم وقتی دل رو بیان میکردن و میگفتن مثلا طرف چه دل و جرأتی داره، دل و جرأت میبینید با هم اومده. این دل به معنی همون شجاعت، محلیه که اون شجاعت توش به وجود میاد، اون شهامت به وجود میاد. الان هم همین دل داشتن به معنی اون جرأت و شجاعت داشتن معنی میده. کلمه بعدی درازدستی یعنی ظلم و ستمگری، زورگویی، کنایه است. دست گرفتن، کمک کردن، یاری کردن. نانموده یعنی بیان نشده، گفته نشده، آشکار نشده. نانموده بچه. توفیق یعنی سازگاری، موافقت. در اینجا ولی یعنی توجه ویژه خداوند به انسان. توفیق پس میشه سازگاری و موافقت، که در اینجا در ستایشی که برای ما اومده تو صفحه 9 یعنی توجه ویژه خداوند به بندش. خب کارگشا مشخصه، یعنی مشکل گشا، حل کننده مشکلات، آسان کننده کارها. این از واژگانمون.
میریم سراغ ستایش. بچه ها در قدیم در تمام آثار بزرگ ادبی ما اولش با ستایش شروع می شده. یعنی شاعر یا نویسنده ما می اومده در اول کتابش نام و یاد خدا رو زنده می کرده، با یاد خدا شروع می کرده، یا با یاد خدا بوده یا ستایش پیامبران بوده یا نعت ستایش و حمد و تعریف و تمجید از ائمه بوده. با اینها شروع می شده آثار بزرگ ادبی ما. به همین دلیل کتاب‌های فارسیمون هم اومدن اول کتاب رو با ستایش شروع کردن. ستایش اسم دیگهش تحمیدیه است، بهش تحمیدیه یا دیباچه یا مقدمه هم گفته میشه. دقت کنید اینو. خب بیت اول: ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. میریم این بیت رو دونه دونه بررسی میکنیم، بعد میریم سراغ بیت بعدی. خب اول معنیش گفته میشه: ای خدایی که نام تو بهترین آغازگر برای هر کاری است. ای نام تو بهترین سرآغاز، ای خدایی که نام تو آغازگر برای هر کاری است. بی نام تو نامه کی کنم باز، بدون ذکر نام تو هرگز کتابم را آغاز نمی کنم. گفتیم نامه، اینجا نامه به معنی کتاب هست، نوشته هست، نه اون نامه ای که ما برای فرد دیگری بنویسیم. هر نوع نوشته ای، کتابی. پس میگه بدون ذکر نام تو هرگز کتابم رو آغاز نمی کنم. هر جا دیدین من کلمه ای رو توی پرانتز گذاشتم، درسته توی شعر نیومده، توی متن شعر نیومده، ولی خب من آوردم که برای راحت تر معنی کردن شعر این استفاده شده. پس دقت کنید، کلمه ای که توی پرانتز گذاشته میشه به این دلیله، توی متن شعر، توی متن کتاب نیست، ولی برای آسان تر معنا کردنش لازم بوده. خب بعد از معنی میریم سراغ نکات ادبیش، دانش ادبیش یا آرایه‌هاش. اسمهای متفاوتی داره. تکرار، اینجا کلمه نام میبینید تکرار شده دوبار. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. اینجا پس کلمه نام تکرار شده. دانش زبانیش موردی هست که بعد از خب طبیعتا دانش ادبیش به کار میره دیگه. پس این نشونه ها رو یادتون باشه. این مربع معنیه، این عبارت، این نشونه برای نکات ادبیه، دانش ادبیه، و این برای نکات دستوری یا دانش زبانی. خب 3 جمله داره این بیت ما. ای، من حالا تو درس بعدی توضیح میدم که اصلا جمله چه جوری باید شمرده بشه، ما چیا رو جمله حساب میکنیم. تو درس اولتون توضیح داده میشه. 3 جمله داره. ای کسی که، ای بچه ها منادا یک جمله جداگانه به حساب میاد. هر جا شما منادا دیدید که چیزی داره مورد ندا قرار داده میشه، صدا میکنیمش اون رو، اون یک جمله است برای خودش. پس ای میشه یک جمله. ای کسی که نام تو بهترین سرآغاز است. اینجا ما یه فعلی داریم که حذف شده. نام تو بهترین سرآغاز است، 2 جمله. بی نام تو نامه کی کنم باز که فعلش هم اومده. بی نام تو نامه کی باز کنم اگه بخوایم مرتبش کنیم میشه پس 3 جمله. بریم بیت بعدی. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. معنیش رو با هم نگاه میکنیم. ببینید برای بیت، برای شعرها نمیشه معنی مشخصی در نظر گرفت. ما وقتی شعری رو میخونیم باید به مفهومش پی ببریم، ولی با این پی بردن به مفهومم با درست خوندن شعر، با لحن درست خوندن شعر به دست میاد. ولی ما اینجا یک موردی رو به شما میگیم که یه چیز کلی اومده باشه دستتون، بعد حالا به ذهن بسپاریدش. ای خدایی که یاد تو همدم روح و جان من است. ای یاد تو مونس روانم. مونس گفتیم چیه؟ مونس گفتیم همدم، انیسه. ای خدایی که یاد تو همدم روح و جان من است، جز نام تو نیست بر زبانم.
مشخصه دیگه، میگه به غیر از نام تو نام دیگری را بر زبان جاری نمی کنم. نکات ادبی نداره بچه ها، این بیت آرایه خاصی نداره. پس بینیم سراغ نکته زبانیش که همون تعداد جملاتش هست. اکثرا نکته های دیگه هم داره، حالا تو هر بیت جداگانه توضیح میدم. 3 جمله داره این هم. ای باز اومده، گفتیم منادا خودش یک جمله است. ای کسی که یک جمله یاد تو مونس روان من است، میشه 2 جمله. جز نام تو نیست بر زبانم، جز نام تو بر زبانم نیست اگه مرتب شده بخوایم بگیم، میشه 3 جمله. بیت بعدی. ای کارگشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. ای کارگشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. ای کسی که برطرف کننده مشکل همه موجودات هستی. ای کسی که برطرف کننده مشکل همه موجودات هستی. نام تو کلید هرچه بستند. اینجا اشتباه تایپی داریم. نام تو مانند کلیدی است که میتواند هر چیز پیچیده ای را حل کند. هر چیز پیچیده ای را حل کند. پس اینجا داره میگه که نام خداوند باعث برطرف کردن مشکلات بنده ها هست. میتونیم با استفاده از نام خداوند بر تمام مشکلات غلبه کنیم. تکرار هرچه، میبینید عبارت هرچه اینجا تکرار شده. تشبیه داریم. نام تو کلید هرچه بستند. نام تو کلید هرچه بستند. تشبیه نام خداوند به کلید تشبیه شده. پس اینجا نام خداوند به کلید تشبیه شده. نام تو کلید هرچه بستند. نام خداوند به کلید تشبیه شده. این بیت دارای 4 جمله است بچه ها، دقت کنید. ای کارگشا. ای کارگشا، ببینید اینجا منادا داریم، خداوند مورد ندا قرار داده شده، پس میشه 1 جمله. هرچه هستند، همه موجودات هستی. هرچه هستند، همه موجودات، میشه 1 جمله جداگانه. نام تو کلید هرچه بستند. نام تو کلیدی است برای هرچه بستند. اینجا میشه 4 جمله بچه ها. بریم اسلاید بعدی. ای هست کنه اساس هستی. ای هست کنه اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. ای هست کنه اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. گفتیم هست کن یعنی چی؟ یعنی آفریننده. هست کن یعنی آفریننده. اینجا هستی به معنی دنیای آفرینش هست، جهان خلقت هست. کوته ز درت دراز است. دراز دستی هم که گفتیم به معنی ظلم و ستم و زورگویی معنی میده. خب حالا با توجه به این معنی کلمات ما میایم معنی این بیت رو میگیم. خیلی ساده میشه دیگه. میگه ای کسی که خالق و آفریننده پایه و اساس این جهانی، از درگاه تو ظلم و ستم دور است. کوته ز درت دراز دستی. از درگاه تو ظلم و ستم و زورگویی دور است. تو درگاه خداوند ظلم و ستم جایی نداره بچه ها. کنایه داریم. دراز دستی کنایه است. یه مرور کوچیک میکنم کنایه رو، بعد خواهید خوندش کنایه به طور کامل. کنایه بچه ها ما حرفیه که میخوایم پوشیده بگیم، غیر مستقیم به کسی حرفی رو بگیم از کنایه استفاده میکنیم. کنایه هم یک معنی دوری داره، یک معنی نزدیکی داره. دراز دستی معنی نزدیکش چیه؟ یعنی که دست من دراز بشه بره اونوری، ولی این معنی رو نمیده. خب طبیعتا
پس معنی کناییش چیه؟ معنی دورش چیه؟ به اصطلاح میشه ظلم و ستم. پس دراز دستی کنایه است، کنایه از ظلم و ستم. تضاد هم داریم، کوته و دراز اینجا تضاد قرار گرفتن. کوته مخفف کوتاه هست، کوتاه شده کلمه کوتاه هست. کوته و دراز اینجا با هم در تضادن. خب نکته دستوریش، دانش زبانیش اینه که دو جمله داریم. ای هست کنه تمام هستی یا اساس هستی. ای هست کنه اساس هستی، این یک جمله. از درگاه تو دراز دستی کوتاه است، مرتب شدهش رو دارم میگم، کوتاه است میشه دو جمله. بیت بعدی: هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. نانموده گفتیم چیه؟ گفتیم اون چیزی که آشکار نشده، بیان نشده. هم داستان گفته نشده را میدانی، هم داستان گفته نشده را میدانی و هم میتوانی نامه نوشته نشده را بخوانی و از محتوای آن اطلاع داشته باشی. هم داستان گفته نشده را میدانی، هم میتوانی نامه‌ای که نوشته نشده را بخوانی. ببینید اینجا مفهوم کلی این بیت چیه؟ این داره به علم نامحدود خداوند، این که عالم هست به تمام موارد، به تمام اعمال ما، به تمام رفتار ما. خداوند عالم هست، نیازی نیست چیزی بهش گفته بشه، هر چیزی رو خودش از قبل میدونه، اون خالق ما هست. این میخواد به علم نامحدود خداوند اشاره کنه. خب نکته های ادبیش: تکرار کلمه هم، تکرار واژه هم، اینجا تکرار داریم. پس نکته زبانیش هم اینه که دو جمله داریم، هر مصرع یک جمله است. هم قصه نانموده را میدانی، هم نامه نانوشته را میخوانی. خیلی ساده است. اینو حالا من توضیح بدم که چجوری تعداد جملات رو به دست بیارید، خیلی براتون ساده تر میشه. اسلاید بعدی و بیت بعدی: هم تو به عنایت الهی، هم تو به عنایت الهی، آنجا قدمم رسان که خواهی. خودتو اینجا هم برای تأکید اومده. هم تو یعنی فقط تو، خودتو. با خدایی خودت مرا به جایی که خودت میخواهی و میپسندی برسان. خودتو با خدایی خودت مرا به جایی که خودت میخواهی و میپسندی برسان. دو جمله داره. هم تو به عنایت الهی، آنجا قدمم را برسان، یک جمله است. که میخواهی، دو جمله. قدمم رسان امریه دیگه، جمله دستوریه، جمله خواهشیه. آنجا قدمم را برسان، یک جمله. که میخواهی، دو جمله. و بیت آخر: از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. یک بار دیگه میخونم: از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. مرا از گمراهی و تاریکیم، مرا از گمراهی و تاریکیم نجات بده و مرا با نور هدایت خودت آشنا کن. اینجا ما دو تا خود داریم، نگاه کنید. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. این خودی که اینجا اومده، خود اول، از ظلمت خود. خود منظورش کیه بچه ها؟ اگه نگاه کنید به شعر اگه نگاه کنید به معنی که گفتم مشخص میشه. دقیقاً اینجا داره
در مورد خود ما صحبت میکنه، در مورد خود شاعر داره صحبت میکنه. میگه که از تاریکی و گمراهی خودم، اون چیزی که دوچارش شدم، مرا نجات بده. پس این خود منظور شاعره. با نور خود آشناییم ده. اینجا چی داره میگه؟ این خود به معنی چیه؟ این خودم به معنی شاعره، یعنی 100% نه. با نور خود آشناییم ده. این خود رو به خداوند داره میگه. میگه با نور خودت، با نور هدایت خودت ما رو آشنا کن. پس خود اول به معنی شاعر و خود دوم یعنی خداوند. اینجا کلمه خود تکرار شده، همونطور که گفتیم. تضاد هم داریم دیگه. اینجا ظلمت اومده که گفتیم تاریکی معنی میده و نور. این دوتا با هم در تضاد دند. ظلمت و نور تضاد دارن. بیت هم در کل 2 جمله است. از ظلمت خود رهاییم بده، 1 جمله. با نور خود آشناییم بده، 2 جمله. خب این شعر، این ستایش یاد تو، شعر یاد تو، از مثنوی لیلی و مجنون نظامی است. حالا نظامی، ما میریم سراغ تاریخ ادبیات، میخوایم ببینیم نظامی در چه سالی زندگی میکرده، چه آثاری داره و یه سری اطلاعات در موردش به دست بیاریم. من اینم که توضیح دادم بهتون دیگه. خود اول منظور شاعره، خود دوم منظور خداوند هست. ابو محمد یوسف نظامی گنجوی. ابو محمد یوسف نظامی گنجوی. تخلص ایشون چیه؟ گفتیم نظامی گنجوی، یا نظامی هم خالی هم گفته میشه، بدون گنجوی هم استفاده میشه. نظامی پس تخلص ایشون هست. تولد ایشون در سال 530 هجری قمری در شهر گنجه. شهر گنجه الان تو همین کشور جمهوری آذربایجان هست. مقبره ایشون هم در همون شهر قرار داره. وفات ایشون هم به سال 614 هجری قمری است. پس میشن چی؟ میشن برای شاعر کدوم قرن؟ شاعر قرن 5 و اوایل قرن 6. شاعر قرن 5 و اوایل قرن 6، یعنی 2 تا قرن رو هم ایشون زندگی کردن. مثل من و شما که حالا 1300 بود شد 1400. آثار ایشون شامل مخزن الاسرار، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، 7 پیکر، اسکندر. 7 پیکر بهرام نامه هم بهش میگن. 7 پیکر و بهرام نامه پس 1 کتابه، 1 اثره. اسکندرنامه هم دارای 2 بخشه، اسکندرنامه بری، اسکندرنامه بحری. حالا اینو زیاد واردش نمیشیم، برای اطلاع بیشترتون عرض کردم. این 5 تا منظومه جمع‌آوری شده. این 5 تا منظومه که نام بردیم جمع‌آوری شده و توی کتاب به نام 5 یا 5 گنج نظامی آورده شده. بچه‌ها برای اینکه شما آثار شاعران و نویسنده ها رو بتونید حفظ کنید برای امتحان، شما بیاید اون کتاب رو همراه با نام شاعر بخونید، به ذهن بسپارید. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو ذهنتون وقتی میخواید حفظ کنید بگید که مخزن الاسرار نظامی، مخزن الاسرار نظامی، لیلی و مجنون نظامی. میبینید اینجوری وقتی که به ذهن بسپارید به یاد آوردنش هم راحت تره. با شاعر شما به ذهن سپردید دیگه، کتاب و همراه با نام شاعر دارید به ذهن میسپارید. پس هر جا اسم کتاب رو به شما بگن این کتاب از کیه، شما راحت میتونید اسم شاعر یا نویسندش رو بگید. پس برای بهتر
به ذهن سپردن این آثار، حالا تاریخ ادبیات، این مورد رو میتونم بهتون بگم که با نام شاعر وقتی به یاد بسپارید خیلی راحت تر میتونید اونو یادآوریش کنید یا به یاد بیارید. مثلا نظامی، مثلا لیلی و مجنون نظامی، اینجوری به ذهن بسپارید. این اومدن اول حرف هر اثر رو به هم چسبوندن و یک کلمه درست شده. این کلمه چیه؟ ملخ‌ها. اینو یادداشت کنید یه جا. ملخ‌ها یعنی چی؟ یعنی مخزن الاسرار، لیلی و مجنون، ملخ خ چیه؟ خسرو و شیرین، ملخ‌ها ه چیه؟ هفت پیکر، الف اسکندرنامه. این حالا برای بهتر به ذهن سپردنتون هم جواب میده. این از نظامی گنجوی.